سالها از کنار این رستوران رد می شدن، غذا می خوردن و می رفتن، اما هیچ کس نمی دونست بعضی از اونایی که وارد میشن دیگه هیچ وقت از جاده چالوس بر نمی گردن. داستانی که میخوام تعریف کنم مربوط به سال 1377 وقتی یه رستوران بین راهی بظاهر معمولی تبدیل شد به مرکز یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های جنایی جاده چالوس. سال 1377 یک رستوران بین راهی در شمال ایران دقیقاً بین چالوس و مرزن‌آباد به دلیل تخلفات شدید بهداشتی تعطیل شد. همزمان 3 نفر از صاحبان رستوران به علت استفاده از گوشت غیرقانونی و غیر حلال بازداشت و روانه زندان شدند و از آن پس هیچ خبری از آنها منتشر نشد. دادگاه این افراد پشت درهای بسته و به صورت کاملا غیر علنی برگزار شد و حکمشان هم خیلی سریع صادر شد. ظاهراً پس از ناپدید شدن 6 نفر در محدوده اطراف این رستوران، پلیس به ماجرا مشکوک میشه و پرده از جنایتی بر میداره که باور کردنش هم سخته. غذایی که این رستوران به مشتریهاش میداد با گوشت همون افراد گم شده تهیه شده بود. پرونده این جنایت تکان دهنده که هنوز هم تعداد دقیق قربانیانش مشخص نشده در سال 77 باز شد، یا شاید بهتر باشه بگیم همون سال هم بسته شد، چون هیچ کس نمیدونه این رستوران چه مدت با گوشت انسان غذا میپخته و البته چه تعداد آدم بیخبر و گرسنه پشت میزهای اون نشسته بودند و با اشتها کوبیده و چنجه میخوردند، بیان که تصور کنن گوشتی که میخورن نه گوسفنده نه گاو بلکه انسانه. برای یافتن جزئیات این پرونده مرموز نگاهی انداختیم به آرشیو اخبار سالهای 76 تا 78 تا با همان چند گزارش محدود پازل جنایت را کنار هم بگذاریم و این ماجرای وحشتناک رو روایت کنیم. اولین خبر به پاییز سال 76 برمیگرده. یک کارگر 19 ساله تعمیرگاه بین راهی نزدیک چالوس ناپدید شد. نه اثری از خودش پیدا شد و نه از جنازه‌اش. خانواده‌اش هم مدت‌ها نمیدونستن اون خودش خونه رو ترک کرده یا اتفاقی براش افتاده. 25 روز بعد مورد دوم مفقودی گزارش شد. یک دختر 21 ساله و یک پسر 26 ساله که ظاهراً رابطه عاشقانه داشتند، یک کلبه جنگلی نزدیک چالوس را برای یک شب اجاره کردند، اما همون شب ناپدید شدند. صاحب کلبه روز بعد ماشینشون رو جلوی در دید، اما اثری از خودشون نبود. اون وحشت زده شد و موضوع رو به پلیس گزارش کرد. خانواده ها به چالوس اومدند و پیگیر پرونده شدند، اما نتیجه همون شد. نه اثری، نه ردی، نه جنازه‌ای. با دومی مفقودی فرضیه احتمال یک جنایت در محدوده‌ای خاص از جاده چالوس قوت گرفت، اما هیچ رد یا سرنخی وجود نداشت. پلیس همچنان منطقه رو زیر نظر داشت تا اینکه سومین مورد گمشدگی هم گزارش شد. این بار یک مادر و دختر بودند که برای خرید زمین به شمال رفته بودند. در قرار ملاقات حاضر نشدند و فروشنده با پیگیری‌های تلفنی فهمید که اونها روز قبل از تهران خارج شدند، اما به مقصد نرسیدند. چند ساعت بعد خودروی بدون سرنشینشون در همان محدوده پیدا شد، دقیقاً نزدیک همون جایی که دختر و پسر کلبه اجاره کرده بودند. اینجا بود که پلیس جنایی رسما وارد پرونده شد. در 4 ماه 5 نفر در یک محدوده خاص ناپدید شده بودند بدون هیچ سرنخی. انگار عامل یا عاملان پشت این ماجرا فوق‌العاده تمیز کار می‌کردند و هیچ ردی از خودشون باقی نمی‌ذاشتند. تحقیقات هرچه جلوتر می‌رفت به بنبست می‌خورد و نگرانی از اینکه هر لحظه قربانی جدیدی اضافه بشه بیشتر و بیشتر می‌شد. و درست همین اتفاق افتاد.
این بار قربانی ششم یک دستفروش محلی بود که همراه پسرش لب جاده میوه محلی میفروخت. اون معمولاً پسرش رو پای بساط میذاشت و خودش به جنگل میرفت دنبال تمشک و ازگیل یا آلوچه. آخرین روزهای فروردین 77 بود که اون ناپدید شد. 6 مفقودی در 6 ماه بدون هیچ رد و نشانه‌ای. آخرین راه پلیس جستجوی کامل منطقه بود. 4 گروه جستجو تشکیل شد و سگ‌های تربیت شده را با وسایل شخصی گم شده ها آشنا کردند. اتفاقی که کمتر کسی انتظارش رو داشت افتاد. سگ‌ها ردها را پیدا کردند. بقایای لباس‌ها و اسکلت مادر و دختر و همچنین وسایل دستفروش محلی کشف شد. تنها سر مادر و دختر پیدا شده بود و از دستفروش فقط لباس‌هایی که زیر خاک دفن شده بود رو پیدا کردند. جستجو ادامه یافت و به طرز عجیب و هماهنگ هر 4 گروه به یک منطقه رسیدند. یک رستوران بین راهی محلی. سگ‌ها نزدیک رستوران به شدت پارس می‌کردند. پلیس جنایی به رستوران یورش برد و 3 مرد 40 تا 50 ساله صاحب رستوران رو دستگیر و از اونها بازجویی کردند. در بازجویی‌ها اونها خونسرد بودند و خودشون رو بی اطلاع نشون میدادند. اما نداشتن کارگر، رفتار سرد صاحبان و انزوای رستوران شک پلیس را بیشتر کرد. با دستور قضایی سگ‌ها وارد رستوران شدند. هرچه به سمت یخچال گوشت نزدیکتر می شدند، پارس کردن سگ‌ها هم شدیدتر می شد. پلیس گوشت‌ها را فاسد و مشکوک تشخیص داد. رستوران رو پلم کرد و نمونه‌های گوشت رو به آزمایشگاه فرستاد. هر 3 مرد صاحب رستوران هم بازداشت شدند تا نتیجه مشخص بشه. نتیجه تکان دهنده بود. گوشت‌های رستوران گوشت انسان بود. تحقیقات ادامه یافت و سگ‌ها تونستند وسایل و باقی مانده های قربانیان دیگر را هم پیدا کنند که در گوشه و کنار اطراف رستوران دفن شده بود. صاحبان رستوران در نهایت به قتل 6 نفر و طبخ گوشت آنها اعتراف کردند. دادگاه اونها در مدت کوتاهی و پشت درهای بسته برگزار شد. ابعاد این پرونده اونقدر مشمئز کننده بود که حکم خیلی سریع صادر شد. شلاق، اعدام و پرداخت دیه. اجرای حکم بازتاب عمومی نداشت و رسانه ها از انتشار هر گونه خبر منع شدند. تنها خانواده قربانی ها در جریان اجرای حکم قرار گرفتند. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو برای دوستان خودتون هم ارسال کنید. از اینکه همراه ما بودین از شما ممنونیم. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و برای آگاهی داشتن از زمان انتشار ویدیوها زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین.